ولی سخن مخالف گفتن عوارضی داره. من این عوارض رو 1 سال تحمل کردم. جناب فرهنگ شما تشریف نداشتین، منو بردن در نخست وزیری و به من گفتن اتومبیل تو رو میکنیم زیر تریلی 24 چرخ. منو صدا کردن و به من گفتن هر کس دولت سوال بکنه دیگه وکیل نمیشه. ولی من نمیخوام بگم از قولی که گفتند. من صدا کردن و گفتن دستگاه بی رحمه پرونده میسازه بیچارت میکنه. وزیر مملکت گفت در کاخ نخست وزیری، ولی من دم نزدم، من به راه خودم ادامه دادم. من مبارزه ای رو که در طریق راستی و آزادی آگاهانه آغاز کردم ادامه میدم، به خاطر اونی که مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم از اون نمیتونم بگذرم. جناب جوادی، من هم با شما هم عقیده‌ام که چو ایران نباشد تن من مباد. همه همینطورم. آقا به من هم گفتن مناظر تحریری ما حقیقت آقا بشین بابا بشین. منم 3 سال تمام انتقاد کردم و کسی چی به من نگو. شما تاقیزی کردید. صحبت از دولت است و برنامه دولت. اگر میگذاشتن مجلس به کار خودش و به راه خودش ادامه بده، اون مطالب در مجلس مطرح میشد، نه من و شما نمایندگان مردم اینجا حرفها رو میزدیم. من نمیرم. این دکتر باهری اینجاست، اومد توی حزب یه حرکت به وجود بیاره، گفتن ما رو نمیخوایم، حزب هم مال ماست، هیچ که حرف نزنه. نویسته اونجا واقعا بیش از حدشون صحبت میکنن. اجازه بفرمایید ناطق صحبت چه بکنه؟